قماندان، آنها خوب آبوتاب یافتند. بله، اینها تماما دیگر خیل میتابند، پرغضب مینمایند. قماندان، آنها را چطور نابود میکنیم؟ با ما قوه ایلاوگی لازم. تکنیکاهای وزن چگونه اند آتش؟ تنگزنها در جای خود قرار دارند قماندان. ازمیدلی مسافت چند است؟ از من تا تکنیکای وزن 1000 متر قماندان. از شما تا تکنیکاهای وزن 1000 متر است. با شما اجازت. آتش کش. آنها از سلاح وزنی جنگی استفاده میبرند قماندان. شاید تانک‌ها را هدف قرار دهند. آنها ما را هدف قرار نمیدهند. همینطور قماندان. آنها نخست تانک ها را هدف قرار میدهند، بعد ما را. تانک ها باید فوراً جایشون را دیگر کنند. وضعیت چطور است یابوس؟ آنها داروی سیستم های خوبی دفاعی هستند. تو چی فکر داری؟ تا تکنیکای آنها را کارنشایم نگردانیم، در آمدن به آنجا خطرناک است. حرکت ارتلری آنها زیر نظارت ماست. همین که یگان چیز را مشاهده کنیم فوراً شما را خبردار میکنیم. شتاب کنید یابوس. اطاعت قماندان. تا آنه که تمام تکنیک‌های وزنی آنها نابود کرده نشود با پیش حرکت نکنید. بسیار خطرناک است. از این رو تا خطر برطرف نشود هرگز از جایتان نجنبید. این راهی درست است. برای آگاهی تشکر قماندان، ولی یک مشکلی پیدا شد. چگونه؟ شما غمی ما رو میخورید، ولی ما چخیل سربازان ما را حمایه نکنیم. با سربازانمان کمی فرصت میدیم. سپس کیت با کیت بر مقابل دشمن میجنگید. لانه‌شان را به سرشان چپه کنید. فهمه قماندان. معلوم می شود که آنها خوب آمادگی دیدند. همین که تیرهایشان تمام شد آنها را نابود کنید، خطا نکنید. اما خوب شد است. تو ما را با چشم کم دیدی قماندان. می بینیم که اکنون چی می شود. لبای درمان وضعیت چطور است؟ ماشین های زیر پوش به اینجا آمده نمی توانند. چرخ بال هم، چون که ما اینجا هستیم. عالی. تماما کم مان در ما. همین که کشتی سرحدی بحری را گذاشت ما همه گروه ها متحد شده کشورشان را بسرشان چپه میکنیم. من بی صبرانه انتظارم خوجین. آنها کجا رو تیرباران دارند؟ کی آنها را خورانده پوشانیده باشد؟ نمی میرند. فاتح خوب استی، خودت رو زیاد عذاب نده. چیکار کنم عزیزم؟ نشسته پایم را دراز کنم؟ اگر خواهی فیلم تماشا کنم ها؟ دلم به تو سوخت و من این گپ رو گفتم. از گپی گفتم پشیمانم کردی. تو اینقدر غمی مرا میخوری ها؟ میدونستم بر وقتتر میمردم. قماندان، این طور ما آنها را نابود کرده نمیتوانیم. ما باید آنها را به دیگر طرف گذرانیم. لعنتی ها ما را محاصره کردند. بگذار ما را با محاصره گیرن قماندان. ما از پیشتر دیده پرزودتر میگردیم. دیر باز با چنین حالت روبرو نشده ایم. پزمان هم شدیم.